سلام دوستان، وقتتون بخیر. اگر ویدیوی قبلی من رو دیده باشید، در اونجا من والیوم پروفایل رو توضیح دادم و بخشی از اون رو با هم مرور کردیم. امروز میخوام با استفاده از ولیو اریایی که در ویدیوی قبلی آموزش دادم 10 تا ستاپ از طلا رو بهتون آموزش بدم. اگر ویدیوی قبلی من رو ندیدید لطفاً اول اون رو ببینید، چون بدون دیدن ویدیوی قبلی این آموزش به شما کمکی نخواهد کرد. اگر موفق به دیدن ویدیوی قبلی من نشدید، لینکش رو این بالا قرار میدم، میتونید اون رو ببینید و بعد تشریف بیارید و این ویدیو رو ملاحظه کنید. در ویدیوی قبلی ما به کمک اندیکاتور فضایی رو پیدا کردیم که 3 تا خط من براش اینجا کشیدم و الان میخوام روی این خطوط براتون توضیح بدم که به چه شکلی هست. اینجا ستاپ اول ما این هستش که قیمت از پایین، یعنی از داخل ولیو اریا میاد اینجا و یک مقدار نقدینگی بالا بر میداره و بعد میاد پایین. اینجا شما باید سل بگیرید و وقتی که به این ناحیه رسید، شما اگه یکم پرایس اکشن بلد باشید راحت میتونید اینجا سل بگیرید. ستاپ بعدی ما این شکلی هستش که نقدینگی رو میاد این پایین برمیداره و شما اینجا بای میزنید و بعد میره بالا. ستاپ بعدی این هستش که از داخل قیمت به این خط میرسه و بعد پول بک میزنه بهش و بعد میره بالا. شما اینجا باز بای میزنید. ستاپ چهارم ما این هستش که از داخل میاد خط رو میشکنه و باز پول بک میزنه. شما در این ناحیه سل میزنید. این شد 4 تا ستاپ با ولیو اریا. ستاپ پنجم این هستش که قیمت از بیرون این فضا وارد میشه، نقدینگی رو از این نقطه بر میداره و بر میگرده بالا. شما باز اینجا بای خواهید داشت و از این پایین هم میتونه قیمت بیاد، نقدینگی رو این بالا برداره و برگرده به سمت پایین با قدرت. شما اینجا سل میزنید. ستاپ بعدی که برای طلا میخوام بهتون معرفی کنم این هستش که این از بیرون وارد میشه، میاد داخل و پول بکش رو داخل میزنه و به محض اینکه پول بک زد شما اینجا یک سل قدرتمند رو میگیرید و اینجا ما در ناحیه VAH 2 تا سل و 2 تا بای رو آموزش دادیم. برای نقطه پایین هم به همین شکل قیمت از پایین میاد و به داخل پول بک میزنه و به سمت پوک وارد میشه. اینجا شما بای خواهید زد. این خیلی سخت نیست. شما با استفاده از کندل شناسی اگر که بتونید، نیاز نیست البته خیلی پیشرفته بدونید، ولی به اسمارت مانی و این چیزا هم احتیاجی ندارید. فقط با داشتن این سطوح و حجم میتونید خیلی راحت این رو ترید بکنید. این چیزی هست که هر روز داره روی طلا اتفاق میفته و من میتونم همین الان هزاران مثال براتون بزنم و لازم هستش که شما حتما توی دمو بعضش بک تست بگیرید و وقتی مطمئن شدید که روش تسلط دارید ترید واقعی انجام بدید. و اما 2 تا ستاپ دیگه باقی مونده که یکی از اونها این هستش که از داخل میاد و روی پوینت آف کنترل رد میشه و نقدینگی رو برمیداره و برمیگرده. اینجا ما بای میزنیم. و ستاپ بعدی هم این هستش که از پایین پوینت آف کنترل وارد میشه و برمیگرده. باز شما اینجا میتونید سل بزنید. تمام کسایی که ولیو اریا رو تدریس میکنن اونها همین نکات رو میگن، شاید با یه جزئیات بیشتری بگن، ولی محتواش همین چیزی هستش که من تو این ویدیو براتون به صورت خلاصه گفتم. میتونید از این صفحه اسکرین شات بگیرید و بعد حتما بک تست بگیرید و نیازی نیست که پول پکیج ها رو به پکیج فروش ها بدید. و اگه جزئیات بیشتری هم لازم داشتید بفرمایید تا من ویدیوشو براتون تهیه کنم. اگر که دوستان که اینا رو یاد بگیرن با مدیریت سرمایه خوب ترکیب بکنن میتونن به سودهای خیلی خوب برسن. من این رو مطمئن هستم. خب ما برگردیم روی این چارت که من براتون توضیح بدم من چطور این نقطه ورود رو چطور پیدا کردم، چون اینجا نه بیسی داریم و نه نشانه هایی از چیز هست. حالا درسته اینجا یه دوجی و اسپینینگ تاپ داریم
ولی اونقدر قوی نیستش که بخواد قیمت رو به این شکل بریزه پایین. اونایی هم که پرایس اکشن پیشرفت کار میکنن انتظار اینو نداشتن که چنین نقطه خوبی رو بشه از این روش پیدا کرد. ما اینجا ساعت 9:30 صبح باید باشه اینجا و پایان شب هم باید پایان رنجمون باشه. این نکته خیلی مهمش هست. سطوحی که به ما داده اینجا در تایم لندن اومده پایین و اینجا یه تاش انجام داده و کمی نقدینگی برداشته و بعد ریخته. این تنظیماتی که دارم خدمتتون میگم برای طلا هستش فقط و برای چارتای دیگه ساعتش متفاوت هست. سایت نزدک یا داو جونز اونها ساعت خودشو داره، ساعت یورو سایت خودشو داره و جفت ارزهای دیگه هم همیشه. این چیزی که من دارم خدمتتون میگم فقط ساعت 9:30 برای طلا هستش. ساعت 9:30 تا 12 شب برای طلا هستش. من اینجاها بود که داشتم میگفتم که اگر که شکست و برگشت پایین و پول بک زد میتونستیم بایش رو بگیریم و اینجاها هم میتونستیم سلش رو بگیریم و این کسایی که اسمارت مالی بلدن یا پرایس اکشن پیشرفته دارن میتونستن اینجا هم مجدد وارد بشن و تقریبا اینجا حدود 140 پیپ ریخت و میدونید که 140 پیپ روی هر لات عدد خیلی بزرگی میشه توی طلا و این اتفاقی هست که هر روز داره روی چارت طلا اتفاق میفته. مثالش همین امروز که من اینو قبلا کشیدم، مثالش رو بیایم اینجا اینو ببینید، اینو برای دیروز کشیدم، اینو میندازم روی ولیو اریایی که اینجا به من نشون داده. من برای دیروز دقت کنید که اندیکاتور رو میندازم و برای امروز تصمیم میگیرم. اینجا اومده رفته بالا، نقدینگی رو برداشته و ریخته تا پوینت آف کنترل. دوباره برگشت رفت بالا توی تایم لندن، پول بک زد به این سطر و دوباره رفت بالا. من اینو تونستم بگیرم و بذارید اجازه بدیم بیارمش. من اینجا وارد شدم، حدود 25 پیپ گرفتم و این 25 پیپ با سلاس تقریبا $700 سود داد. خیلی راحت نیست ولی هر روز داره این اتفاق میفته. اگر روش کار بکنید و دست کم نگیریدش اون وقت براتون ساده میشه و با این دقت میتونی بدون استرس و بعد از تمرین و بک تست میتونی این کار رو انجام بدی. من مطمئنم که اگر بک تست بگیری و روش اشراف پیدا بکنی با توجه به دیتایی که این ابزار داره به ما میده خیلی قوی هست. این خط آبیه رو ببینید، ما الان یه اندیکاتور به اسم فیکس رنج هم داریم. اینو نگاه کنید چقدر اشتباهه. خیلی الان دارن با فیکس رنج ترید میکنن که خیلی اشتباهه. ببینید پوینت آف کنترلش رو هم داره درست میده ولی من فکر میکنم خیلی شانسی داره درست میده. ولی VAH و VALش رو خیلی اشتباه داره میده، در صورتی که ما نقاط درستمون اینجایی هست که بهتون نشون دادم. یعنی اگه میخواست به این پول بک بزنه نزده اصلا، در صورتی که ما اون بالا وارد شدیم. این هم اینجا نیست، ببینید این پایین تره. این هم مقایسه با اندیکاتور فیکس رنج و حالا همین ابزار هیت مپ داره که خودش یک بحث خیلی مفصلی هستش که بعدا ویدیوشو براتون میذارم. ویوپ داره که این ویوپ هم خیلی خوب هستش. اگر این فیکس رنج رو حذف کنم، ببینید این نارنجیه رو ببینید، این داره واکنشش رو نشون میده که اگر دقت کنید با استفاده از ویوپ هم میتونید اگر تخصصش رو داشته باشید ترید کنید. شما
برای چارت های دیگه هم میتونید استفاده کنید که اونا ساعات خودش رو داره. نقطه نهایی و مهم استفاده از VWAP در والیوم پروفایل این هستش که شما بدونید چه رنج زمانی رو انتخاب بکنید. این نکته خیلی طلایی و مهم هست که من خدمتتون عرض کردم که رنج زمانی این برای طلا 9.5 تا آخر شب هست. حالا اگر شد در رنج آمریکا هم بازی آموزش دیگه یک وقت شد براتون میذارم و امیدوار هستم که از این بتونید استفاده بکنید و اگر سوالی موضوعی داشتید حتما برام کامنت بکنید. این ویدیو هم به نظرم طولانی نشه، میتونه بهتر باشه. لطفا این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید، باهاش بک تست بگیرید و ازش استفاده بکنید. ویدیوهای بعدی من رو هم حتما ببینید. مثالهایی رو از این اندیکاتور خواهم گذاشت، مثالهای واقعی و آموزش کامل این اندیکاتور بسیار قدرتمند و جذاب رو که تقریبا اطلاعاتی رو در اختیار ما میذاره که بانک‌های جهانی در اختیار دارن. بخشی از اطلاعات بانک‌های جهانی رو در اصل در اختیار ما میذاره و ما میتونیم تریز بهتری داشته باشیم. رو با من آموزشش رو همراه باشید. لایک و کامنت شما میتونه به من انگیزه بده تا ویدیوهای با کیفیت بهتری رو بسازم.